به نام خدا. سلام، امید هستم. به کانال من خوش اومدید. امروز میخواییم جمع اعداد صحیح رو با همدیگه کار کنیم. خب ما برای جمع اعداد صحیح دو حالت یا دو قانون در واقع داریم که میتونیم از اونا استفاده کنیم و اعداد صحیح رو جمع کنیم. قبل از اینکه من این ویدیو رو شروع کنم راجع به اعداد یه صحبتی بکنم. اعداد طبیعی از یک شروع میشه، یعنی از یک تا بی نهایت به سمت مثبت بی نهایت، و اعداد صحیح اعداد مثبت، اعداد منفی و صفر رو ما میگیم. حالا ما منظورمون همین سه گروه اعداد هستن که صفر هم شامل اونا هست، یعنی اعداد مثبت، منفی و صفر. خب در درجه اول حالتهایی رو که ما داریم دو حالت هست که دو تا قانون رو در واقع اعمال میکنیم. به عنوان مثال ما الان دو تا عدد داریم که با همدیگه هم علامت هستن. خب توی مثبت که ما مشکل اونچنانی نداریم، 2 با 5 مشخصه دیگه، میشه 7. ولی اگر منفی باشه به چه صورت؟ تو قانون اول یا حالت اول ما میگیم علامت ها یکسان با هم بدون در نظر گرفتن علامت ها جمع میکنیم. 5 با 7، 5 با 2 7. خب یکی از علامت ها رو ما میذاریم مثبت 7 که در واقع همون 7 میشه. خب یه مثال دیگه الان منفی میخوام مثال بزنم. به علاوه منفی 13 منفی 6 به علاوه منفی 13 جمع میکنیم. 13 به علاوه 6 میشه 19. یکی از علامت ها رو میذاریم میشه منفی 19. خب دقت کنید که این در حالتیه که دوتا عدد علامتاشون یکسان باشه. مثال بعدی منفی 15 به علاوه منفی 14 جمع میکنیم 29. یکی از علامت ها رو میگذاریم. یه مثال هم برای آخرین مثال برای این حالت من میگم منفی 30 به علاوه منفی 50. 30 با 50 میشه 80. یکی از علامت ها رو میگذاریم میشه منفی 80. خب میریم سراغ حالت دوم که علامت ها با همدیگه یکسان نیست. مثلا منفی 2 به علاوه مثبت 4. خب تو این حالت ما چون علامت ها یکسان نیست اصلا به علامت ها توجه نمی کنیم. اونجا جمع می کردیم علامت ها یکی بود، اینجا از هم کم می کنیم. 4 منهای 2 میشه 2 بدون اینکه علامت ها رو نگاه کنیم حالا کدوم مثبته کدوم منفیه. علامت عدد بزرگتر رو میذاریم. خب 4 علامتش مثبت، چون عدد بزرگتره اینو میذاریم میشه مثبت 2 مساوی با 2. یه مثال دیگه مثبت 6 به علاوه منفی 14. خب گفتیم از هم کم میکنیم. 14 منهای 6 8. علامت عدد بزرگتر منفی 8 میشه. یه مثال دیگه منفی 100 به علاوه مثبت 54. علامت ها چون یکسان نیستن این منفی 100 این مثبت 54. کم میکنیم از هم دیگه میشه 46. اگر 100 منهای 54 کنیم میشه 46. علامت عدد بزرگتر 100 از 54 بزرگتره، پس علامت منفی رو میذاریم میشه منفی 46. خب یه مثال بعد حالا میگیم مثلا مثبت 300 عدد بردن بالاتر به علاوه منفی 450. خب از هم کم میکنیم. 450 منهای 300 میشه 150 مینویسیم. علامت عدد بزرگتر منفی. خب برای تمرین بیشتر من یه چند تا مثال دیگه هم مینویسم. مثبت 6 به علاوه مثبت 7. علامت ها یکی هستن، جمع میکنیم. 6 با 7 13. یکی از علامت ها رو میذاریم
میشه مثبت 13 یا همون 13. منفی 14 مثبت 15. خب 15 منو ببینین علامت ها یکی نیستن، مختلف العلامه ما میگیم. علامت ها یکی نیستن، 15 منهای 14 کم میکنیم دیگه. گفتیم علامت ها یکی نباشن کم میکنیم. جواب 1 علامت عدد بزرگتر میشه 1. مثبت 1 یا 1. یه مثال دیگه مثبت 10 منفی 300. خب 300 رو منهای 10 میکنیم، علامت چون یکی نیست میشه 200. علامت عدد بزرگتر 300 بزرگتر از چیه؟ 10 هست، پس علامت 300 رو میذارم، منفی 200 میشه جواب. خب یه مثال دیگه نگاه میکنیم، میبینیم علامت ها با هم دیگه یکی هستن. منفی 14 به علاوه منفی 44. خب 44 با 14 رو با هم دیگه جمع میکنیم. 40 با 10 میشه 50، 4 با 4 میشه 8. یعنی در واقع جواب ما هست وقتی جمع میکنیم میشه 58. یکی از علامت ها رو میگذاریم میشه جواب منفی 58. خب به عنوان مثال آخر مثبت 30 منفی 60. علامت ها با هم مختلفه، کم میکنیم. 60 منهای 30 علامت ها رو دقت نمیکنیم، اصلا توجه نمیکنیم کدوم مثبت کدوم منفی. 60 منهای 30 میکنم میشه 30. علامت عدد بزرگتر منفی. گفتیم کم میکنیم، چرا؟ چون علامتاشون مختلف بودن. خب ممنون که به این ویدیو توجه کردید. این سری آموزش ها، یه نکته رو بگم در آخر ویدیو، از سری آموزش های ریاضیات از مبتدی تا پیشرفته است و من ریاضی رو از ابتدا شروع کردم، مربوط به اعداد صحیح، جمع و تفریق یا اینکه مثلا ضرب اعداد صحیح، به ترتیب دارم جلو میام. همراه ما باشید، کانال منو دنبال کنید، حالا چه تو آپارات تو یوتیوب. امیدوارم که موفق باشید و از ریاضی لذت ببرید. ممنون، خدا نگهدار.